دارید من سامیارم امروز اومدیم با یه ویدیو ماینکرافتی دیگه. بزن بریم سراغش. لیتس گو. خب بچه این مادی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم ماد گانه که یکی از بهترین مادهای گانهای حال حاضر بدراکه. ماد تگزه که اصلا فقط وسایلا رو ببین. اصلا اینجا میتونیم مادای گانایی که خواستیم رو بسازیم. اینجا میتونیم براش اتچمنت بچینیم. اینجا میتونیم تیراشون رو بسازیم. واو. خب حالا اینا رو اصلا میزنیم میره تو حالت خوبی. این ماد اینه که تو حالت سوروایول هم میشه گانا رو ساخت. بخاطر همین اصلا چند تا ماد گانا خیلی خفن دیگه هم هست. مثل اینا نیست ولی به هر حال بازم میشه اینا رو چیز کرد. از اینا مثلا چند تا گان مدل گان برداریم و فیزیک گاناش یکم واقعی، خیلی واقعیه. الان مثلا اینجا نمیدونم چرا ولی بکنم این باگی خورده که 2 مدل گان داره و بذارید مثلا از همه آموها برداریم که خب منطقه از همه آموها میخوایم. همه رو میفرستیم بره تو چست چیزمون. چست بیا. وای چرا من اینجوری کم پاکته؟ چرا ایونتاری من کلاسیک میخوام. خدایا. برو RPG هم داریم. برو ببین اصلا چقدر تیر داره لامصب. فقط بچه ها اگه این ماد اومدید تو چنل روبیکای من این مادو ریختید به من بگید آما باکس چیه. من نمیدونم اینا چیه. مثل تولید نشون ببین واقعا نمیدونم اینا چیه. نه رو زمین گذاشته میشه نه توش آمو میره. ببین همه آمو هست دیگه. هیچ کدوم تو این نمیره. هیچ کدوم تو این نمیره مثلا دیگه. هیچ کدوم حتی نمیدونم به چه دردی میخوره واقعا. خب اشکال نداره. اولین گانی که میریم سراغش گان برتا 93 که برتا یادم اون فیلم ها افتم. اصلا انیمیشن رو ببین. آها ولی من چون با دستم یکم تیر زدن و ایناش قضیه سخته. با نشونه برام نمی و بشینم تا نشونه بگیرم. با این میزنه. با اینم تیر عوض میکنه. با اون که بلا کارو میکنه برام تیر عوض میکنه. علاوه انیمیشنو داری گریه میکنی؟ اینم بذارید ایستتون نشون. اینم خونه اون کسایی که چنل ما رو ساب نمی کنن. یه دونه ولی اگه چانکتون پایین باشه اصلا تیر تا اینجا نمیره. مشکل اینه. یکی دونه از مشکلاتش مثلا اونجا رو میترکونه. آره و مثلا شاتگانشو بذار بریم که چند تا گانا رو موبایل مختلف تست بکنیم. مثلا چه میدونم یه واردن بردارم بیاریم. یه واردن و یه آیرن گولم بیاریم. بذارید صدای بازی رو کم کنم. خب وایس آقا. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا. خب بمیر دیگه. 11 12 13
14 15 16 15 یه دونش نخود 18 تا تیر باید با این بهش بزنید. چقدر سجونه. مثلا 75 تا تیر توشه. اوکی 60 تا 65 تا 60. مثلا این یه تیر نمیده. بهش نمیخوره. چرا نمیخورد اما. و یه دونه از خفن ترین قابلیت این مود که من تا الان تو هیچ مادگانی ندیدم چیه؟ اینه که میتونید مثلا بذار یه اسنایپر بردارم. اینجا 2 مدل 3 مدل اسنایپر داره. من 3 تاشو برمیدارم. میایم مثلا اینجا میایم داخل چی میایم اینجا اینو بزنیم. خب چون من با چیزم اینجوری میشه. این اسنایپ نید. حالا این AVM میایم اینجا میتونیم براش چی بذاریم. مثلا من از اینا میذارم. ببین الان اوف اصلا خفن همه چی. فقط سنسیویتیتون باید چیز باشه. خیلی باید پایین باشه که اینو بتونید باش دقیق کار کنید. ایسید وان شات میکنه ها. مثلا ماد عالیه. کشته شد. خب اینم از این مود. اگر دوست داشتید این مود رو تست بکنید میتونید به چنل روبیکای من یه سری بزنید. آیدیشو تو دیسکریپشن براتون میذارم. فقط کافیه روش نگه دارید. گوگل براتون باز میکنه، ترنسلیتش میکنه، اونجا چنل روبیکای من میاد و میتونید جوینشید و این مود خفنگانو از توش بردارید. و مثلا فقط هم این نیست. مثلا چند تا مود داریم که در ادامه ویدیوهای دیگه 100% تستشو میکنیم. پس سابسکرایب کن که از ویدیوهای بعدی ما جا نمونی. بذارید یه اتچمنت دیگه بچم. فقط هم مثلا ببین میتونی ورداری کلی میتونی بذاری اصلا. ولی اینا نیاز به ساخت نداره. این مثلا دوربین و اینا. مثلا من الان اینا میزنم فکر کنم این در شبشه. نه اون سنسیویتیش بالا. مشکل سنسیویتی من نبود اون. ولی زومش من باید این پرنده رو بزنم. شکارچی باو. ای نرو. در رفت. میریم سراغ ماب دیگه. مثلا اون زامبی نمرد. دمیر تیراش فقط یه مشکل داره که خیلی مثلا نمیره جلو. یکم من نزدیک باشه. اگه چانکت بالا باشه چه بچه ها میخوام انتقام اسکلتون رو ازش بگیرم. یادتونه میرفتیم بالا ما رو اسنایپ میکنه. این سری ما قرار بریم بالا اسنایپش کنیم. و کریپر میخوام. بچه ها میخوام یه حرکتی بزنم. مایسی ببینم میتونم. نشد. خیلی سخته بپیرو. میخوام انتقام کریپرم ازش بگیرم. بگیر که اومد. تیر نداریم. تیر داریم چرا نمیزنه پس. بگیر که اومد. بیانزم. بگیر که اومد. خب اوکی. بعد اصلا پوکه میپرونه لامصب. ببین دیدی یه پوکه اینجا یه پوکه پرون. چه کثافت. ولی بیشتر برای فایته مثلا تو سرور و اینا بیارید عالیه دیگه. خوبیش همینه که میتونی کرفتش کنی اینو. ویچ نمیمی ببین در برای این کاری بکنی. یکم بازیتون رو لگ میکنه ولی نه زیاد.
و اینم ساختگانی که میتونید گانایی که خواستید، همه گانایی که داره رو داره، مثلا میتونید بسازید. یه آیتمایی بهتون میده، مثلا این 64 تا آیرن اینگات میخواد، 12 تا گلد اینگات میخواد، یه دونه دایموند میخواد و 2 تا لپیس. کانفرم رو میزنید و اونا رو تو ایونتوریتون باید باشه کم میکنه و اینجا تون تحویل میده اگه اینجا پر باشه. الان من پر نم کلا تحویل میده. و آره خب دوستان، تا یه ویدیوی دیگه و یه مود خفنه دیگه، فعلا خدافظ. چرا ساربای بشم؟